پسرم چیزی شده؟ سرکان؟ پسرم چیزی شده؟ الان میخوای چی کار کنی؟ این انگشتر مال کیه؟ اون انگشتر مال شماست؟ از کجا پیداش کردی؟ تو اتاقم بود. حتما تو اون شب حادثه از انگشتم افتاده. میشه بدش بگم؟ اون انگشتر مال آقا نادری هم؟ من اونو بعد شب حادثه پیدا نکردم. با این دفتر پیدا کردم. پسرم این چیه؟ اینجا اون حرفایی که بهم میزدی؟ خیال ببین تو پدر و مادر منو حرف بزن، یه چیزی بگو، زود باش حرف بزن، یه چیزی بگو. چرا ساکتی؟ زود باش بگو این کار من نبوده و حقیقت نداره. زود باش. تو پدر و مادر منو کشتی بایرام. سرکان چی شده عزیزم؟ چرا داری اینجوری رفتار میکنی؟ پسرم مامان چرا با نادر ازدواج کردی؟ چی شده که این سالو میپرسی؟ مامان ازت پرسیدم چرا با نادر ازدواج کردی؟ ما قبلا در این مورد با هم حرف زده بودیم و بعدش همچین تصمیمی گرفتیم. مینا دختر نادره؟ چرا؟ آخه چرا؟ اونا با تو چی کار کرده بودن؟ چی کار کردن؟ خیال باور کن خیلی پشیمونه. از کدوم پشیمونی حرف میزنی؟ تو این همه سال چطور تونستی تو صورت من نگاه کنی؟ تو بعد از کشتن پدر و مادرم با رسیدگی و مراقبت از من فکر کردی گناهات بخشیده میشن. آره برای همین منو واسه پسرت گرفتی، برای اینکه وجدانتو راحت کنی. آره خیال من تو پدر و مادر منو کشتی. تو یه قاتلی. کاش منم میکشتی، کاش این کارو میکردی، منم میکشتی بایرام. من تو رو بابا صدا کردم، من همیشه تو رو بابا صدا کردم. مامان چی کار میکنی؟ چیزی نیست پسرم، تو برو تو اتاقت باشه. برو دیگه زود باش. برو پسرم. تو برو تو سالن، منم زود میام پیشت. خیال یه چیزایی هست که تو نمیدونی، گوش کن. چی رو باید بدونم؟ دیگه چی مونده هان؟ بگو.
تو پدر و مادر منو کشتی و هنوزم دنبال راحت کردن وجدان خودتی. آخه تو چه جور آدمی هستی؟ طارق اون اینو میدونست. شبی که طارق مرد کنجکاو بود ببینه چرا دعوا کردیم. فهمیده بود به خاطر این دعوا کردیم. تو هم قاتل شوهرمی هم قاتل خانواده‌ام. چرا؟ مگه اونا چی کار کرده بودن؟ چی کار کرده بودن؟ بگو دیگه، زود باش. آخه چرا؟ جواب بده. به خاطر طارق دخترم، به خاطر طارق. به خاطر اون، به خاطر طارق. هانده؟ سرکان چشه؟ یعنی آخرین باری که دیدمش زیاد خوب به نظر نمی اومد. نمیدونم. چطور نمیدونی؟ چیه، نکنه بحثتون شده ها؟ جواب بده مامان، ازت یه سوال پرسیدم. نادر پدر میناست داره؟ این چه سوالیه؟ چی باعث شد اینو بپرسی؟ دفتر خاطرات هانده رو خوندم. کدوم دفتر؟ سردر نمیارم. چی میگی؟ تو همونو خوندیش مگه نه؟ نه البته که نه. من نمیدونم داری چی میگی. کدوم دفتر؟ چی میخوای بگی؟ اون شب واسه چی نادر رو با چاقو زدی؟ عزیزم من قبلا هم گفتم ما با هم بحث کردیم و به من دروغ نگو مامان، خواهش میکنم به من دروغ نگو. اون یارو خواهر منو باردار کرد و تو هم اینو میدونستی مگه نه؟ تو میدونستی؟ نه نمیدونستم. ببین هانده، تو داداشت زیاد با هم خوب نبودی. اون باهات بد رفتار میکرد. تو هم وقتی اون باهات بد رفتار میکرد میومدی و به من میگفتی. منم سعی میکردم تا جایی که میتونستم کمکت کنم. میدونی که نه؟ فهمیدم. میخوام برم یه سر به سرکان بزنم. خواهش میکنم بشین. خواهش میکنم. لطفاً. ببین تو دیگه بزرگ شدی و شاید دیگه به این نیاز نداشته باشی، اما بازم اگه چیزی نیاز داشتی خجالت نکش و به من بگو. باشه عزیزم؟ اما چطوری به من کمک کردی؟ یعنی کنجکاو شدم. هر مشکلی برام پیش میومدم پیش شما. ما چقدر به هم نزدیک بودیم؟ خیلی. آره. حد و مرز این نزدیکی چی بود؟ چون من بزرگترت بودم. واقعا؟ البته. عمه مامانم یه چیزی شده. من میرم. همینطوره مگه نه؟ اون دختر اون انگشتر رو پیدا کرد قبلتر از اون موقعی که تو گفتی. میفهمی آنده اون انگشتر رو گذاشته تا ما پیداش کنیم مامان. گذاشته تا بفهمیم که کی این کارو باهاش کرده. میفهمی؟ از کجا میتونیم بفهمیم که هانده گذاشته؟ اگه این دختر دروغ بگه چی ها؟ ببین سرکان، الان نمیتونی خوب فکر کنی. آقا نادرم گفت وقتی دعوا کردیم انگشتر از دستش افتاده باشه. الان یعنی به حرف آقا نادر باور میکنی یا حرف این دختره؟ کدومش ها؟ پس نوشته های توی دفتر چی؟ یعنی تو دفتر چی نوشته؟ یعنی اسم آقا نادر هست؟ اسمش نوشته شده؟ نوشته آره؟ نه. خب
واضح ننوشته مامان، ولی معلومه که کار اون بوده. سرکان، آقا نادر بابای توه. تو اونو میشناسی؟ میاد همچین کاری بکنه؟ آره؟ ها؟ پسرم کجا میری؟ ببین کار اشتباهی نکنی ها. فقط میخوام از این اتاق برم بیرون مامان. ببینم چرا اینقدر ترسیدی؟ نه، فقط چون خیلی عصبانی هستی گفتم یه وقتی کاری نکنی. جرن چی شده؟ خوبم، چیزیم نیست. مینا جون، من و عمتو تنها میذاری؟ میخوایم با هم یکم حرف بزنیم. اما مامان نمیخوای بگی چی شده؟ عزیزم، ما رو تنها بذار، من چند دقیقه بعد میام پیشت، باشی؟ چی شد؟ خب دل درد گرفتم، بعد سرم گیج رفت. همون لحظه مینام اومده بود و وقتی منو تو اون حالت دید خیلی ترسید. خب ببینم چیزی لازم داری؟ نه، فکر نکنم چیزی لازم باشه، الان خوبم. فقط کمکم کن بتونم بلند شم. باشه بیا، مراقب باش. بیا آروم. جرن سرکان؟ پسرم چی شده؟ جرن حالش خوب نیست، بیاین. شعله چه خبره؟ نادر فوراً باید بری. آخه برای چی؟ سوال نپرس، میگم فوراً باید بری. بهجم زود باش دیگه. برای چی؟ بودو زود باش دیگه. جرن چی شده؟ خب نمیدونم، یهو قش کرد. عمه مامانم چه شده؟ چیزی نیست عزیزم، حالش خوب میشه. عمه خواهش میکنم بگو مامانم چه شده؟ چیزی نیست عزیزم. خیلی خوب، برین کنار ببینم. برین کنار دخترم. مامان بزرگ، مامانم چرا بیدار نمیشه؟ نگران نباش. باشه دکتر اونو رو صدا بزن. من هیچ چاره‌ای نداشتم. طارق خیلی مریض بود، باید پیوند قلب انجام شد وگرنه میمرد. برای نجات اون این کارو کردم. به خاطر نجات اون خانواده ای منو کشتی؟ اون لحظه به جز نجات اون به چیز دیگه ای نمیتونستم فکر کنم. برای اینکه طارق عمل بشه مجبور شدم این کارو بکنم. به خاطر چی مجبور بودی؟ برای چی مجبور بودی؟ در مقابل جون طارق کی ازت خواست پدر و مادر منو بکشی هان؟ جواب بده ببینم. کی ازت خواست؟ زود باش بهم بگو. اون ازت خواست داره شعله؟ تو اینو از کجا میدونی؟ نکنه پرونده تصادفو به خاطر شکی که به اون داشتی از من خواستی؟ خیلی مطمئن بودم، میدونستم کار شعله باشه، اما تو، من اصلا فکرشو نکرده بودم که این میتونه کار تو باشه. چرا شعله خواست پدر و مادر من بمیره؟ چرا؟ بگو. به من چیزی نگفت خیال. تو میدونی چون مدام میری زندان تا اون زنه رو ببینی. اون زنه؟ به هم دروغ نگو. خیلی خوب میدونی که اون دختر هانده نیست بلکه زهراست. اینو به مادرش گفتی. شعله با هانده کاری کرده، همه میدونستن، به خاطر همین خواستی که اونا بمیرن که ردی ازشون نمونه. من تو رو مثل بابام دوست داشتم. من
تو رو مثل بابای خودم دوست داشتم، مثل بابای خودم. کاش میتونستم همینجا با دستای خودم خفت کنم. یه همچین کاری نمی کنم. میدونی چرا؟ چون من مثل تو قاتل نیستم. تو باید تقاضا کارتو پس بدی. هم تو و هم شوری دوتاتون باید تقاضا کاراتون رو پس بدین. الانم میرم پیش پلیس. خیال وایسا، خیال این کارو نکن، وایسا. چرا نباید این کارو بکنم؟ نمیتونی چیزی رو ثابت کنی. این حرفاتو کسی باور نمیکنه. خیال تو هیچ مدرکی نداری که مجرم بودن و شعله رو ثابت کنی. نمیتونی اینو ثابت کنی. این کارو نکن. حالم ازت به هم میخوره پایرا. مراد، مامان پسرم زود باش از اینجا بریم. کجا میریم؟ زود باش پسرم. این کارت هیچ فایده ای نداره. خیال قسم میخورم هیچ کاری رو برای خودم انجام نمیدم. برای کی انجام میدی ها؟ برای اون. به خاطر اون باید سکوت کنی. خیال حالا برای نجات خودت از این بچه استفاده میکنی؟ آره؟ به خاطر اون باید سکوت کنی. خیال باور کن باید هیچی نگی. برای چی باید به تو اعتماد کنم؟ پسرم پاشو، باید زودتر بریم. مامان نباید بابا بزرگا همینجا ول تو رو کنی. خدا زودتر بلند شو. خیال نکن. مراد پاشو، باید بریم. خیال دستمو ول کن، دردم میگیره. داری اذیتش میکنی. نکن. زود باش تو رو خدا. خیال بس کن. خیال مراد پسرم. مراد 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 تو به پسر من دست نزن. مراد برو کنار. مراد مراقب باش پسرم. چیزی نیست. مراد عزیزم. مراد چشمتو باز کن. مراد آقا اونار چه شده؟ جرن خانم حالشون خوبه، فقط فشارش افتاده. تو این وضعیت این چیزا طبیعیه و جای نگرانی نیست. شما نگران نباش. خب میشه بگید حال بچه چطوره؟ مشکلی دیده نمیشه. مینا چیزی نمیدونه. تو دوران بارداری این اتفاقات کوچیک رخ میدن، اما باور کنین جای نگرانی نیست. مینا خوبی عزیزم؟ مامانم میخواد بچه دار بشه. همه چی رو از من پنهون میکنن. آخه چرا مامانم اینو از من قایم میکنه؟ بعد از یک کم استراحت حالش خوب میشه، اما از این به بعد نباید بهش استرس وارد کنین. باید مراقب خودتون باشین. آقا اونور خیلی ممنونم که خودتون رو اینقدر سریع رسوندین. خواهش میکنم. خب سرکان تو پیش جرن بمون، ما هم بهتره اینجا رو خلوت کنیم. خیلی ازت ممنونم اونار. خواهش میکنم. خدا نگهدار. باید خیلی مراقب خودت باشی. باشه؟ شنیدی دکتر چی گفت؟ باید از استرس دور باشی. واقعا چطور میتونم تو این وضعیت از استرس دور باشم؟ کاش اینم به همون میگفت. یادم نبود. دکتر از کجا بدونه که چیا داریم میکشیم؟ راستشو بخوای وقتی تو رو اونطوری دیدم انقدر ترسیدم که نپرس. اونی که اینجاست از همه چی مهمتره. دخترم توی دفتر خاطرات داشتی، دادیش به داداشت سرکان. آره همینطوره. دخترم چرا ندادیش به من؟ چرا دادیش به اون آخه؟ اما من فکر میکردم که تو دفتر رو دیدی. مینا اینطور به هم گفت و حتی امیدوار شدم که تو دفتر رو خوندی و یه چیزایی راجع به گذشته به هم میگی.
مثلا چه چیزی؟ خودت بهتر میدونی. من که هیچی یادم نمیاد. اصلا هیچی یادم نمیاد. جرن این بچه مال جفتمونه. میشه تنهام بذاری؟ میخوام یکم استراحت کنم. داداش، من و مامان داشتیم در مورد گذشته حرف میزدیم. آقا نادر کجاست؟ پسرم اون یه کار فوری براش پیش اومد و رفت. منم نفهمیدم کی رفت. میدونی که اون خیلی خجالتیه و دوست نداره زیاد اینجا بمونه. مامان دفتر رو خونده اما چیزی نفهمیده. یعنی شاید تو بتونی بگی که چی به سر من گذشته. منتظر چی هستی؟ چرا هنوز وایستادی آخه؟ آقا سرکان، آقا سرکان. نادر بوده کاظم. نادر اون کار کثیف رو با هانده کرده. مطمئنید آقا سرکان؟ مطمئنم. خیلی خوب، باید چی کار کنی؟ تاوان این کار از اون یارو میگیرم. نگران نباش خیال. دکتر گفته بود که این اتفاقات طبیعیه. مامان عزیزم، حالت چطوره؟ من چیم شده بود؟ هیچی، فقط یکم خسته شده بودی. فقط استراحت کن. تشنم شده. میرم برات آب بیارم. بیا، آروم بلند شو پسرم. یواش. اینو بده بهش. بیا بگیر بخور. سرفه کن، سرفه کن. ببینم تو خوبی عزیزم؟ آره خوبم. عزیزم، فعلا باید استراحت کنی. مامانش بذارون بخوابه، ما مزاحمش نمیشیم. خیال، ما باید یک کار اساسی بکنیم. حالم ازت به هم میخوره بایرا. نه، از دستش نمیدی. بذارش به عهده من. هر کاری براش میکنم. من با شعله حرف زدم. خب اون یه قولایی به من داده، قرار بهمون کمک کنه. من اونو عمل میکنم. فعلا مراد از هر موضوعی مهمتره. اما اگه تو بری پیش پلیس، نقشامون نقشه براب میشه. اگه نتونی چیزی رو اثبات کنی، همه چیز از بین میره. خیال، تو یه قاتلی و این هیچی رو عوض نمیکنه. حالم ازت به هم میخوره بایرا. شاید واقعا حق با تو. شاید تنها راه نجات مراد شعله باشه. خیال،
داری اینا رو به هم میگی تا من نرم پیش پلیس؟ آره گوش کن خیال، درسته من آدم پس فطرتی هستم، البته که هستی، قاتلم. آره اما مطمئن باش تقاضای کارمو پس میدم. نگه تا امروز نرفتم و خودمو تسلیم نکردم فقط یه دلیل داشت، این که میخوام شعله‌ام مجازات بشه. خیال باورش آسون نیست. دلیل این که افتادم دنبال مادر زهرا اینه که داشتم سعی میکردم یه دلیل پیدا کنم که شعله رو نندازم زندان، اما حیف که بازم محتاج اونم و دست و بالم بست است. اون موقع برای پسرم هر کاری کردم، الانم برای نوم شعله هر کاری بخواد انجام میدم. سوال اصلی اینه تو چی کار میکنی؟ حاضری به خاطر پسرت هر کاری لازم بشه بکنی؟ معلوم هست چی داری میگی؟ مثل طارق میذاری اونم نجات بدم؟ در مقابلش میخوای چی کار کنی؟ اون کیو میخواد بکشه؟ کیو؟ اون زنه رو، شرمینو. مادر زهرا. چرا؟ آخه شعله از جون اون زنه چی میخواد؟ نمیدونم، همه چیز مربوط میشه به هانده. هر کاری که در حقش کردن و نمیخوان مشخص بشه. مثل مادرم اینا. بایرام هرگز همچین کاری نمیکنی. به خاطر مراد مجبورم. تو دیوونه شدی؟ واقعا دیوونه شدی؟ یه مو از سر اون زن نباید کم بشه. فهمیدی چی گفتم؟ یعنی جون اون زنی که نمیشناسیش از پسر خودت با ارزش تره؟ من تو این دنیا هر کاری برای پسرم میکنم. فهمیدی؟ حالا حتما این وسط یکی باید کشته بشه. آره؟ واقعا دارم دیوونه میشم. هرگز اجازه نمیدم به مادر زهرا آسیبی برسونی. بایرام بهتره انقدر عجولانه فکر نکنی. یه طرف جون اون زنه و طرف دیگم جون پسرت. الان بگو کدوم کفه ترازو سنگین تره؟ خوب فکر کن. اون دختر است که داره زنگ میزنه؟ به خاطر اون کثافت زندگیتون که نابود نمی‌کنین، نه؟ زندگی من اهمیتی نداره. برای تلافی کردن از خودم میگذرم، اما جرن بار داره و باید به اون بچه فکر کنم. به خاطر همین با منطق حرکت میکنیم، نه با خشم کاظم. شعله خانم کی؟ اون میدونه؟ آره میدونه، اما برای محافظت از من انکار میکنه. به خاطر همین کاظم مادرم از این اتفاقات نباید با خبر بشه باشه؟ نه وای نمیسته. سرکان قانع نشده. خدای من باید یه کاری بکنم. آره بفرمایید شعله. بریل، من بابت برگه هایی که حرف زدیم زنگ زدم. چی کار کردی؟ تونستی جور کنی؟ خدایا من باید چی کار کنم؟ چی کار کنم؟
حالی که داره نباید ببریش جایی. اگه کسی باید بره اون منم. خونه مادرم خالیه، همونجا میمونم. ببین خیال، وقتی طارق مریض بود تنها بودم و هیچ چاره‌ای هم نداشتم. برای نجات پسرم کارای اشتباه زیادی کردم. الانم برای نجات نوام باید یه انتخابی بکنم. اما این دفعه تنها نیستم، تو هم هستی. اجازه میدی برای نجات مراد کارایی که شعله میگه رو انجام بدم؟ یا میخوای بری و همه چیزو بگی؟ باید خوب فکر کنی. خودت باید تصمیم درست بگیری. Ne adım var ne de sanım, ne yolum var ne bir evim, gidecek hiç yerim yok. Ne yazım var ne de gözüm, yalan olsa tek sözüm, fermanını yazan çok. Ne doğdum gün belli, ne de öldüm. Hayat bana çözülmez bir kördüm. Yalandan bile olsa ufacık bir mutluluk peşinden sürüklenip kim oldum? Ne yapalım, dünyam bu kadarmış benim de. Herkesin bir sır varmış en derinde. Ne yapalım, dünyam bu kadarmış benim de. Herkesin bir sır varmış en derinde. Sıkı tut ellerimi, sakın bırakma küçük kız. Elbet mutlulukla buluşacağız. Ne adım var ne de sanım, ne yolum var ne bir evim, gidecek hiç yerim yok. Ne yazım var ne de gözüm, yalan olsa tek sözüm, fermanını yazan çok. Ne doğdum gün belli, ne de öldüm. Hayat bana çözülmez bir kördüm. Yalandan bile olsa ufacık bir mutluluk peşinden sürüklenip kim oldum? Ne yapalım, dünyam bu kadarmış benim de. Herkesin bir sır varmış en derinde. Ne yapalım, dünyam bu kadarmış benim de. Herkesin bir sır varmış en derinde. Sıkı tut ellerimi, sakın bırakma küçük kız. Elbet mutlulukla buluşacağız. مینا، چی شده؟ اتفاقی افتادی؟ ببینم هنوز حاضر نشدی؟ مینا، نمیخوای با من حرف بزنی؟
چیزه. من برم آماده بشم چون مدرسم دیر میشه. صبر کن، تو با من قهری؟ نه. میخوای من برسونمت مدرسه؟ باشه. پس بیا آماده بشی. باشه؟ آفرین. خیال چرا به هم زنگ نمیزنی؟ مامان صبح بخیر. صبح بخیر عزیزم. بیا بشین اینجا. اوه حالت خوبه؟ خوبم. بابا بزرگم نیست؟ نه عزیزم. کجا رفته؟ اون یه مدت نمیاد پیش ما. به خاطر اینکه دعوا کردین رفت؟ مامان چرا دعوا کردی؟ بیخیال عزیز دلم، این موضوع بین بزرگاست، بعضی وقتا پیش میاد. مامان من بابا بزرگمو میخوام. نمیشه به خاطر من آشتی کنین؟ تو رو خدا مامان به خاطر من. عزیزم من به خاطر تو هر کاری میکنم. باشه؟ اما این بین من و بابا بزرگه. باشه؟ تو دخالت نکن پسرم. آفرین پسرم. الو؟ خیال ببینم حالت خوبه؟ همه چی رو به راهه؟ آره من خوبم، همه چی رو به راهه. مراد حالش چطوره؟ اونم خوبه. از دیروز دارم زنگ میزنم جواب ندادی، منم نگران شدم. من دیشب یکم زود خوابیدم و متوجه تماست نشدم عزیزم. تو چی کار کردی؟ دفتر رو دادم به سرکان. چی گفت؟ بهتره تو پارک همدیگر رو ببینیم و از نزدیک حرف بزنیم. باشه میبینیم. باشه میبینمت. کی میخوای بکشی؟ اون زنه رو. شارمینو. چرا؟ یه طرف جون اون زنه و یه طرف دیگه جون پسرت خیال. حالا بگو کدوم کفه ترازو سنگین تره خیال؟ صبح بخیر. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر جرن. صبح بخیر مینا جون، چطوری؟ صبح بخیر. من خوبم. مینا؟ من امروز نمیخوام صبحونه بخورم. دخترم مگه میشه همچین چیزی؟ صبحونتو بخور. نمیخوام. زود باش باید بریم مدرسه. فهمیدم آقا طوفان. یعنی برای پیدا کردن قلب تو گزینه‌های خارجی شانس بیشتری داریم، آره؟ باشه، عالیه، خیلی خوبه. یعنی من حاضرم هر کاری از دستم برمیاد و انجام بدم. حتما. بله حتما یه کاری میکنیم. همونطور که قبلا حرف زده بودیم.
مینا بیا امروز نریم مدرسه. اما اگه نریم مدرسه چی کار کنیم؟ میگردی؟ باشه پس بزن بریم. یه ساعت دیگه همدیگر رو میبینیم. مینا رو با خودم میارم. آدرس رو برات پیامک میکنم. الو؟ هانده به پیامم جواب نمیدی؟ نکنه واقعا خستت کردم ها؟ نه بابا این چه حرفیه؟ داری چی کار میکنی؟ هیچی. راستش راجع به مرادی خبرایی به هم رسیده، بد نیست خیالو ببینیم. میخوام به جفتتون حضوری تعریف کنم. باشه ما میخواستیم همدیگه رو ببینیم. الان دارم میرم پیشش. عالیه خیلی خوب، پس اونجا میبینمت. فقط من یکم دیرتر میام چون کار دارم. باشه مشکلی که نیست. باشه پس فعلا. ببینم به حرفم گوش میدی و از اون یارو دور میشی یا به کارت ادامه میدی زهرا. برگه هایی که واسه نادر گرون تموم میشن امروز به دادستانی تحویل داده شد. فقط فراموش نکن من نباید هیچ ارتباطی با این قضیه داشته باشم. خیالت راحت باشه. هر چقدر ازت تشکر کنم بازم کمه. فقط میخوام بدونم سرکان با این برگه ها هیچ ارتباطی نداره؟ یعنی تو این برگه ها هیچ موضوعی به اون مربوط نیست، درسته؟ نه نگران نباش. حتی نادرم خبر نداره که این براش درد سر درست میکنه. بعدش هم سرکان هیچ ارتباطی با این نوشته ها نداره و امضاش هم نیست. به همین خاطر خیالت راحت باشه. نادر رو حتما زندانی میکنن مگه نه؟ البته. من میخوام یه چیزی ازت بپرسم. تا دیروز واسه اینکه نادر رو از دست ندی داشتی با من دعوا میکردی. چطوری هویی نظرت عوض شد و ازش متنفر شدی؟ آقا نادر اومدن؟ بله قربان، تو اتاق جلسه هستن. گزارش‌ها رو برام بفرستید. چشم قربان. سرکان حالت چطوره؟ دیشب خیلی سریع رفتی، نگران شدم. چیزی شده آره؟ یکم کار داشتم و مادرتم نخواست اون شلوغی اونجا دیده بشم، میدونی که نه؟ چی شده؟ نکنه بعد از رفتن من اتفاقی افتاده؟ نه، فقط میخواستم باهات حرف بزنم. باشه حرف بزنیم. اما راجع به چی؟ راجع به انگشترت. راجع به انگشترم. راجع به انگشتر چه حرفی بزنیم سرکان؟ شعله دلیل این همه نفرتت چیه؟ باور کن نمیتونم بهت بگم. یه جورایی خصوصیه. اما اگه میفهمیدی حتما بهم حق میدادی. پلیس ها بلافاصله وارد عمل میشن دیگه نه؟ امروز کارشون رو شروع میکنن، نگران نباش. خوبه. این همه سال
چطور نتونستم نادر رو درست بشناسم؟ خیلی از دست خودم عصبانیم. بریل، به نظرم تو خیلی خوششانسی، به خاطر اینکه خیلی زود از دست همچین آدمی خلاص شدی. من دیگه با اجازت باید برم. بازم خیلی ازت ممنونم بریل. خواهش میکنم. میبینمت. این انگشتر چیزای زیادی میدونه که واقعا ارزششو داره راجبشون حرف بزنیم. سرکان، تو داری چی میگی؟ این انگشتر چی میتونه بگه؟ همون چیزایی که از من مخفی کردید. سرکان لطفا انقدر معماگونه حرف نزن. آخه من چی از تو مخفی کردم؟ خب رابطه تو با مادرم، واقعیت بابام بودن تو، همه اینا رو از من مخفی کردید مگه نه؟ ببینم چیز دیگه ای هم هست که من ندونم. آره؟ نه نیست. روزی که مادرم این انگشتر رو برات خرید خوب یادمه. فکر کرده بودم برای بابام خریده، اما وقتی تو انگشتتو دیدمش همه چی رو فهمیدم. کارو ببینا، بعد از سالها شما رو با چاقو میزنه و این انگشتر از انگشتت میفته. واقعا عجیبه مگه نه؟ سرکان میدونم وضعیت سختی، اما به نظرت اگه گذشته رو فراموش کنیم و به آینده فکر کنیم بهتر نیست؟ این کارو میکنیم آقا نادر، به آینده فکر میکنیم، اما گذشته رو بی حساب نمیذاریم مگه نه؟ بله ناظر. ممکنه سرکان چیزی فهمیده باشه؟ چطور؟ چی باعث شده که همچین سوالی بپرسی؟ چیزی شده؟ اومده بود پیش من، عجیب بود و سوالای عجیبی میپرسید. ببین اگه به اون چیزی گفتی؟ نه من چیزی نگفتم. چطور میتونم همچین چیزی رو بهش بگم؟ البته که نگفتم. پس چرا دیشب من از خونه بیرون کردی؟ چی شده شله؟ واضح حرف بزن. نادر، میگم چیزی نشده، هیچی نشده، نگران نباش. باشه؟ لعنتی. بیجون دیگه نباید انقدر طول بکشه. بیجون خدای من. آقا سرکان، تصمیم گرفتید چی کار کنید؟ همین امشب کاظم، همین امشب کار اون تموم میشه. کاظم میفهمی تقاص کاراشو به هانده پس میده. کاملا حق با شماست قربان، همین امشب. مینا جون، اینجا یه کافه خیلی خوب هست، بیا همینجا بشینیم. مامان، میشه راستشو بگی چرا اومدیم اینجا؟ ببین اون زنه واسه چی اینجاست؟ من نمیخوام اون زنه رو ببینم، نمیخوام اینجا باشه مامان. دخترم ببین چی میگه. مامان من نمیخوام اون زنه رو اینجا ببینم، میخوام از اینجا بره. مامان جون، لیلا دوست منی، به خاطر کارای اون روزش خیلی پشیمونه، فهمیدی؟ میخواست ازت عذرخواهی کنه، واسه همین آوردمت اینجا. بیخیال. سلام مینا، حالت چطوره؟ مینا جون ببین، میدونم اون روز اصلا روز خوبی نبود
نباید اونطوری حرف میزدم. من بعداً خیلی ناراحت شدم. میدونی من واقعاً تو رو خیلی دوست دارم. واسه همین خواستم ازت معذرت خواهی کنم. به مامانت گفتم. اونم تو رو آورد اینجا. میشه منو ببخشی؟ سنگ کاغذ قیچی. نه تو باختی. سنگ کاغذ قیچی. مراد آبجی هاندی. عزیز دلم بیا. چطوری؟ خوبم آبجی هاندی. بیا این مال توه. این چیه؟ بازش کن ببین چیه. واسم کامیون خریدی. مامان آبجی هاندی واسم کامیون خریدی. از آبجی هاندی تشکر کن. ممنونم آبجی هاندی عزیز. میکنم عزیزم برو باهاش بازی کن. میدونی آبجی هاندی بابا بزرگم رفت. چرا؟ اون و مامانم با هم دعوا کردن. مراد جون برو اونجا با کامیونت بازی کن باشه. زود باش پسرم. عزیزم کدتم در بیار. اوف. چی شده؟ چرا دعوا کردی؟ راجع به مادرم چیزی گفت؟ راجع به شعله؟ نه به خاطر موضوعات همیشگی با هم دعوا کردیم. راجع به مادرم چیزی ازش پرسیدی؟ پرسیدم ولی خب چیزی به هم نگفت. من فکر کردم چیزی گفته. دیگه چطوری؟ خوب نیستی؟ به مراد فکر میکنی؟ خیال مراد خوب میشه. مطمئن باش خوب میشه. گنجو با یکی حرف زده. آره داره یه کارایی میکنه. نه ترس ناراحت نباش باشه. زهرا من چی شده؟ همه چیز همونطوریه که حرف زده بودیم درسته؟ آره. اون سن به محض در اومدن نابود میشه. نگران نباش. تا هم سر حرفت هستی دیگه میگه نه؟ البته که هستم. زهرا اگه دنبال جنگی باهات میجنگم. خب بگو گوش میدم. میخوام یه چیزی رو بهت بگم. اجازه میدی برای نجات مراد کاری که شعله میگه رو انجام بدم؟ یا میخوای بری و همه چی رو بگی؟ خوب فکر کن باشه. خودت باید این تصمیم. میخواستم در مورد سرکان بپرسم. تو دفتر رو دادی بهش، اون چی کار کرد؟ چی کار کنه؟ دفتر رو بهش دادم. انگشترم دادم، گفتم قبل حادثه پیداش کردم. فقط نگاه کرد و هیچ کاری هم نکرد. چطور کاری نکرد؟ راجع به هانده هیچ عکس العملی نشون نمیده. همیشه اینطوریه.
بفرمایین، در خدمتم. ما پلیسیم. از آقا نادر شکایت کردن. ایشون کجاست؟ بفرمایین، من همراهیتون میکنم. پسرم، واسه چی اومد اینجا؟ خواستم مطمئن بشم که اون فکرای مسخره رو از ذهنت بیرون کردی یا نه. مسخره که اینطور؟ مامان فکر میکنی با این کارا و این حرفا میتونی کاری کنی که من بی خیال بشم؟ سرکان، چطور میتونی فکر کنی که آقا نادر همچین کاری میکنه ها؟ منو ببین مامان، خیلی بدم میاد از این که فکر میکنی من یه احمقم، میفهمی؟ آره داری چرت و پرت میگی. این چه حرفیه که میزنی؟ بیا هم دیگه رو گول نزنیم مامان، باشه؟ آقا نادر، پلیس ها اومدن دنبالشون. نادر یامان ازتون شکایت کردن، باید با ما بیاین در این پلیس. آقا سرکان، پلیس ها. چی؟ پلیس؟ آقای پلیس، حتما یه اشتباهی شده. یه لحظه صبر کنید. اینجا چه خبره؟ از آقا نادر شکایت شده. به چه جرمی؟ به خاطر پولشویی. آقا نادر، ببینم جریان چیه؟ سرکان قسم میکنم هیچی نمیدونم. آقا نادر خواهش میکنم را بیافتید. آقایون یه لحظه، نیازی به این کارا نیست، خودم میرم، اما اشتباه میکنید، ولم کنید. سرکان لطفاً به وکیلا فوراً خبر بده، منو تنها نذار، من کاری نکردم، ولم کنید، ولم کن. اصلا نمیفهمم. همه دارن نگاه میکنن، هیچ کس هیچ کاری نمیکنه، طوری رفتار میکنن انگار هیچی نیست. من بعضی وقتا فکر میکنم نمیتونم پیداش کنم. نمیتونیم بفهمیم چی شده و چی سر هانده گذشته. اون موقع چی میشه؟ نمیدونم زهرا. مامانم داره آزاد میشه. به همین زودیا آزاد میشه، میاد پیشم. وقتی آزاد بشه میخواین چی کار کنی؟ میبرمش یه جایی، ولی بعدشو نمیدونم. باید این مشکلاتو حل کنم، تا حل نکنم جایی نمیرم. داداش گنجو، سلام پهلوان. کامیون جدیدمو ببین. وای خیلی قشنگه، دوستش داری؟ آفرین پسر، برو بازی کن. چطوری خیال؟ چطور باشم گنجو؟ تو چطوری؟ خوبم. مینا جون، ببین آبجی لیلا اومد اینجا ازت عذرخواهی کنه. چرا باهاش حرف نمیزنی عزیزم؟ مینا، این کار خیلی زشتیه دخترم. اون روز تو به من گفتی من مامان واقعی تو هستم، یادته؟ راست بود؟ مینا، چرا این سوالو میپرسی؟ این حرفا چیه که میزنی؟ ما به خاطر این نیومدیم اینجا عزیزم. راست بود یا نه؟ مینا، چرا این سوالو میپرسی؟ چون وقتی داشتین حرف میزدین حرفاتون رو شنیدم. تو بارداری گفتی مینا نمیدونه، گفتی به اون چیزی نگید. همه چی رو شنیدم، همه چی. جرن تو بارداری؟ یه لحظه مینا جون، البته که میخواستم اینو بهت بگم، اما منتظر زمان درست بودم. نه نگفتی، چون میخوای از دست من خلاص بشی، مگه نه؟ مینا جون، این چه حرفیه که میزنی؟ داری اشتباه میکنی عزیزم. میدونم که همینطوره. منو آوردی اینجا، الانم میخوای منو بدی به این زنه، مگه نه؟ تو هیچ وقت منو دوست نداشتی، هیچ وقت منو نخواستی. مینا،
که دروغه. تو دیگه اونو دوست داری، نه منو. تو هیچ وقت منو دوست نداشتی، الانم میخوای از دست من خلاص بشی. میدونم میخوای از دستم خلاص بشی. تو هیچ وقت منو نخواستی، هیچ وقت دوستم نداشتی. مینا کافیه. مینا کجا میری؟ صبر کن مینا. مینا مینا خوبی؟ نصف جونم کردی دختر. بچه حالش خوبه خانم؟ آره حالش خوبه. خوبه ممنونم. بگیر بخور عزیزم، زود باش. نمیخوام. تو هم منو نمیخوای، میدونم. مینا چرا اینطوری فکر میکنی؟ من همه چیزو میخواستم بهت بگم. فلم کن. ولت نمیکنم. ولت نمیکنم. گفتم فلم کن. فلم کن. نه ولت نمیکنم. ولت نمیکنم. شنیدی؟ هر اتفاقی بیفته ولت نمیکنم دخترم. هر اتفاقی بیفته. تو این کارو کردی مگه نه؟ تو این کارو کردی؟ پسرم من چطور میتونم این کارو بکنم؟ حتما یه اشتباهی شده. کافیه دیگه. با من بازی نکن. بس کن فیلم بازی کردنو. این کار تو بوده. تو این کارو کردی مگه نه؟ برای یه بارم که شده راستشو بهم بگو. راستشو بهم بگو. داری دیوونم میکنی مامان. کار من بود. چون میدونستی کار اونه. هر کاری که نادر کرده رو تو فهمیدی مامان. اینطور نیست؟ سکوت نکن، جواب منو بده، حرف بزن. آی پسرم، اون بود. اون کثافت نادر بود. با اینکه میدونستی با هانده این کارو کرده چطور باهاش ازدواج کردی؟ من میخواستم اونو بکشم، اما نشد پسرم. برای محافظت از تو این کارو میکنم. برای محافظت از من؟ اینطوری میخوای از من محافظت کنی؟ با ازدواج کردن با کسی که زندگی هانده رو نابود کرده میخوای از من محافظت کنی؟ من از کجا باید میدونستم؟ برای اینکه شما نفهمین باید یه نقشی بازی میکردم دیگه عزیزم. چه مسخره بازی ایده رو بردین؟ چی کار کردی مامان؟ چطور میتونی همچین چیزی رو از من مخفی کنی؟ چطور میتونی مخفی کنی؟ واقعا سر در نمیارم. چون نمیخواستم تو رو از دست بدم. یعنی الان از دست نمیدی؟ همینطوره؟ عیب نداره اگه الان از دستم عصبی بشی. یعنی ترسیدم با نادر یه کاری بکنی، یه اشتباهی انجام بدی. ببین الان اون زندانه و تو پیش منی. تقصیر منه، همش تقصیر منه. نباید اون دختره رو می آوردم اینجا. همش زیر پای اون دختر است. خوبه که شروع کرد، وگرنه از هیچی خبردار نمی شدیم. من همه این کارا رو انجام دادم تا همه چی درست بشه. از کجا میدونستم اینطوری میشه آخه؟ همش تقصیر اونه، همش تقصیر اون دختر است، همش زیر سر اونه. سر کن مامان. فکر میکردی آخرش چی میشه؟ چی میخواستی بشه؟ بی خیال دیگه. سعی نکن چیزی رو درست کنی باشه. سعی نکن. ازش میخوام تو خارج کمک گرفتم. ممکنه هر لحظه یه خبری برسه. اگه تو کشور خودش یه آدم مناسب پیدا بشه که پیوند بزنم. خب اینجوریه که کشورها، البته که اولویت هموطنای خودشونه، اما اگه اونجا مریضی نباشه اون موقع میتونن به کشورهای دیگه بدن. میدونی یعنی با انتخاب از خارج از کشور شانسمون بیشتره. خب منظورم اینه که نگران نباش.
یکی رو پیدا میکنیم عزیزم. اما هزینه‌اش خیلی بالاست، چون وضعیت من که البته که یه راهی براش پیدا میکنیم.